هر یک سنجشم روزی به آخر می رسد. همه‌اش می گذرد. قسمت فراموش می شود. دردها هم دیگر مثل پیشتر درد نمی کند. و ما همه روزهای دشوار امروز را روزی با تبسم به یاد می آوریم. برای همین نباید ترسید. نباید راه افتاده شد. زیرا دیر که زود همه‌اش می گذرد و ما نباید امید و باوری را بر رحمت خداوند گم کنیم. ولی افسوس نه همه وقت می شود این باورها را در وجود آدمان نگاه داشت. بعضی‌ها در آخرین لحظه ها این همه را رها کرده تسلیم می شود. بعضی وقتها با وجود کوشش های زیاد ما نمی توانیم چنین امید و باورها را در وجود نفرانی که در حالات دشوار قرار دارند و چنین باوری خیلی نیاز دارند نگاه داریم. آنها شاید خسته می شوند از باور کردن یا شاید باوری را گم می کنند و همین گناه همه را رها کرده می روند. وابسته از هر دشواری، وابسته از هر مشکلی، وابسته از هر حالت، همین که در جریان ها نفرانی را دارید که می توانند به شما امید دهند، می توانند به شما باور دهند، می توانید با آنها دشواری را پس سر کنید. هیچ وقت آنها را کنار نگذارید، هیچ وقت آنها را صرف نظر نکنید. روز خیلی دلتون تنگ می شود برای چنین نفران، برای چنین تصمیماتون، برای چنین رفتاراتون، ولیکن روزی دلتون تنگ می شود که دیگر هیچ امکانی ندارید که یا چنین باوری را در خودتون